دوستان عزیز سلام میگویم بار دیگر به شما و بعد از 2 هفته رسیدیم به دیدار همدیگر. این بازی نوبتی لاتاری تیراژی فوری است از شبکه سفینه و امروز یک مهمان مخصوص داریم. گویم خطا نمیکنیم زیرا امروز غالب بازی گذشته مهمان ما هستند. این نفر صاحب 70,000 سومانی گردیده بود. عبدالحکیم کمالوف است. سلام علیکم بار دیگر. خوش آمدید به استودیوی مرکزی تلویزیونی سفینه با بازی نوبتی لاتاری فوری. چگونه احساس میکنید خود را بعد از به دست آوردن 70,000 سومانی؟ مرحمت، دوربین ها در اختیار شما هم، چی گفتنی هستید؟ سلام علیکم بینندگان تلویزیون سفینه، اشتراکچیان بازی فوری. من در حقیقت 6 چیپته خریده بودم، بازی گذشته برد کردم. خیلی خوب. من دوستان عزیز با احساسات داده می شود. من میفهمم، من عبدالحکیم رو میفهمم. برای چی؟ برای اون که این نفر صاحب 70,000 سومانی شده بود و اولین مرتبه است که خب در استودیوی تلویزیونی حضور دارد و صحبت میکند. بسیار برایش مشکل است. هیچ باکی نیست. اکنون گوش کن. تو 70,000 سومانی رو برد کردی، 6 چیپته خریداری کردی و چون وعده گفته بودی که من حتما قسمی از این مبلغ رو خیر میکنم. چگونه شدم این؟ در حقیقت برد کردم، گرفتم مبلغ رو به یتیمان و بینوایان خیر کردم. یک قسمت رو خیر کردید. دوستان عزیز، خب بعد از چند ثانیه پیشکش شما میگردد سوژت نوبتی محض اطراف همین بردی گذشته و عبدالحکیم کمالوف خب چون وعده خیر کردند نصف آن مبلغ خب برد کردش رو. مرحمت، تماشا میکنیم، بعدا برمیگردیم به استودیو. ما رو همراه باشید. از شبکه سفینه بازی نوبتی لاتاری فوری است دوستان عزیز. نفری خوشتالیه که غالب نوبتی لاتاری فوری گردید صاحبکاری وطنی عبدالحکیم کمالوف استقامت کننده شهر دوشنبه می باشد که صاحب 70,000 سومانی گردید. این غالب در حقیقت مخلص اساسی لاتاری بردناک فوری بوده است، زیرا عبدالحکیم در هر بازی از شوق و ذوق نسبت لاتاری فوری مقداری خیلی زیاد از این چیپته های بردناک خریداری میکرده است. بخت برایش یک یا دو بار آمد نکرد. مرتبه سوم از نقطه های فروش لاتاری فوری در نزد بازار میرگون 5-6 دانه چیپته خریداری میکند و تقدیرش بلندی کرد و به آرزویش رسید. قهرمانی برد امکانیت تماشای برنامه را از شبکه سفینه پیدا کردن نتوانست. بعد از برآمدن رقم مشخص چیپته بردناک، آن را طریق صفحه اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام ماموریت جمعیتی دارای مسئولیتش محدود افتالتا پهن می‌نمایند تا نفرانی که فرصت تماشا کردن برنامه را از تلویزیون سفینه ندارند از این سامانه‌ها توانند که رقم‌های چیپته‌هایشان را مقایسه نمایند. عبدالحکیم بعد از تماشای برنامه از صفحه رسمی لاتاری فوری مشاهده نمود که رقمی در اکران پیدا شده با چیپته در دستش بوده موافق آمده است. جایزه با تنتنه در نزد بازار مهرگان به صاحبش سپرده شد. یک چند بار همین لاتاری در بازار خریدم. خرید برد نمی‌کردم. این دفعه اخیر همین از 6 دانه خریدم که همین اینترنت تماشا کردم که لاتاری برد کرده. رفتم دادم ما و تصمیم گرفتم که یک قسم مبلغ را به مکتب اینترنت چورباغ و معیوبان خیر کنم. بهترین عملی خیر و سخا دست یاری دراز کردن به یتیمان و بی‌پرستاران نفران نیازمند است. پیش از بریدن چیپته عبدالحکیم به یار و دوستانش میگفته است که اگر برد کردم نصف پول را خیر میکنم. این قهرمانی برد تصمیم گرفته است که از حساب مبلغ برد خود به مؤسسه دولتی مرکز ملی توانبخشی کودکان معیوب چورباغ کمک مادی و یک قسم دیگرش را به عائله‌های نیازمند خیر کند. اول مینادوری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان میرسانم، بعدا با چنین شخصانی سخاوتمند که امروز از طرف یک صاحبکاری جمهوری تاجیکستان همون که با یک چند نفر شخصانی دارای امکانیتشان محدود کمک مالیوی رسانیده شد. مینادوری خود را و مینادوری کمیته ملی پارالمپی تاجیکستان را به این شخص میرسانم. یادآور میشیم که بازی لاتاری فوری ماه 2 مرتبه روزهای شنبه طریق تلویزیونی سفینه ساعت 19:15 پیشنهاد بینندگان میگردد و غالبان را معین میسازد. ما شما را انتظاریم، هر یک شما میتوانید غالب باید. سلامت باشید. تبریک میکنیم. سلامت باشید. خب دوستان عزیز، چون سوژت رو دیدید و فهمیدید که چگونه خب با وعدهش وفا کرد عبدالحکیم و خب چگونه است، چی فکر داری و نقطه نظر تو اطراف همین بازی، یعنی بازی لاتاری فوری؟ بازی لاتاری فوری در حقیقت بازی توغریه. خب یعنی شفاف است، گفتنی است. بله.
چی نقشه ها دارید در آینده؟ آیا در آینده ادامه میدید خریداری کردن چیپته ها رو و توصیه میدید به انمون نزدیکان دوستان؟ البته من هر بازی میخرم. هر بازی میخرم. دوستان عزیز الکای شهد خوب برد رو چشیده است عبدالحکیم. بار دیگر میگویم که امروز گفته مهمان ویژه ما عبدالحکیم کمالوف بودند. غالب بازی گذشته که 70,000 سومونی رو از خود کرد، یعنی چیپتش برد کرد و صاحب 70,000 سومونی شد. خب دوستان عزیز شما رو انتظار نمیکنیم و بعد از چند لحظه ما گسل میکنیم عبدالحکیم رو و مهمون نوبتی رو دعوت میکنیم و بازی رو آغاز میکنیم. دوستان ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. بار دیگر خوش آمدید. باتون موفقیت میخوایم و در بازی های آینده عبدالحکیم. خوش آمدید بار دیگر. دوستان عزیز گفتیم که مهمون نوبتی ما هستند. یک نفر سراینده محبوب و خوش‌آواز اینم باشد ایزات شریفی. بار دیگر خوش آمدید. شما رو میگوییم با استودیوی ما. خب چگونه است حال و احوالتون؟ تشکر زیاد. بسیار خوشحال هستم از اونه که ما رو به این برنامه دعوت کردن و من خوشحال هستم از اونه که امروز با خوشبختانه ما با شخصی که برد کرده است روبرو شدیم با عبدالحکیم جان و از اون احساساتی که عبدالحکیم داشتن باور کنید بسیار یک حلاوت زیاد بردم و از اون مهربانیایی که کرده است عبدالحکیم جان و اون خیر و سخاوتی که کرده است خداوند به درگاهش قبول کند و با آن نفرانی که با ما این لحظه میپیوندند به همه آنها برد باری تمنا دارم. دوستان عزیز اشتراکچیان این تمنیات محض برای شما بود. بردباری تمنا کرد ایزات شریفی. من نیز به شما بردباری تمنا میکنم و خب دیدید که عبدالحکیم صاحب پول گردید. بله غالب آمد. 6 چیپته خریداری نموده بود. چی فکر دارید شما اکنون بعد از این بازی؟ میدونید یک فکر به سرم آمد که هنگامی که ما خورد بودیم در ده زندگی میکردیم پدر ما میگرفتند بازی های لاتاری در اون وقت هم مشهور بود. و ما با همراهی خانواده اهل خانواده میگرفتیم و گازتی که میبرآمد با همراهی اهل خانواده یک تا وای میکردیم میشمردیم که کدام برد کرده است یا نه. و عین حال من اون چیزی که گذشت رفت من با ویژگی گفته استودم که ما با تازگی این بازی که امروز ما و شما دوستان عزیز میبینیم این یعنی که بسیار شفاف است. درست. یعنی که در شاهدی همه ما و شما میرود و ما با همراهی جمشید کوشش میکنیم که امروز اون نفری را که خوشبختی نصیب او است و شخصی که برد میکند ما او را حتما ببینیم و با همین دستای نازنینم میخوام با او سلام کنم تبریک کنم. بله سخنان خیلی عالی دوستان عزیز و من مبلغ امروزه رو میگویم. بازی امروزه اون نفری که غالب میآید در بازی نوبتی در بازی امروزه صاحب 50,000 سومونی میگردد. صاحب 50,000 سومونی. بینید که چگونه با احساس و مهر و محبت خاصه نشان میدهد ایزات شریفی. در آغاز من کمک از قاعده برای شما معلومات میدیم چون همیشه و بعدا شروع میکنیم بازی رو. دوستان عزیز گفتم که کامبیناسیون بازی از 6 رقمی از 0 تا 9 عبارت میباشد. چیپته در حالت بردناک به حساب میرود که کامبیناسیون برد پرره با کامبیناسیون بازی در چیپته از رقم آخرون تا رقم اولی چیپته موافق آید. اگر در وقت بازی تیراژی محترم ایزات شریفی معین گردد که شماره توپچه های از لاتاترون بیرون اومده با کامبیناسیون بازی چیپته در 6 رقم موافق می آیند غالب چیپته به حساب می رود که رقم هایش به طور ماکسیمالی موافق آید. وقت رو زیاد نمیگیریم زیرا کمک اکنون من فکر میکنم که انتظاری کشیدند اشتراکچیان محترم و من خواهش میکنم از ایزات شریفی خب رقم ها رو وارد لاتاترون سازم و بعد از چند لحظه شروع میگردد بازی ما. دوستان عزیز ما رو ترک نکنید از شبکه سفینه. بازی نوبتی لاتاری فاوری پیشکش شما میگردد. کی است اون نفر خوشطاله که صاحب 50,000 سومونی میگردد؟ بعد از چند خب دقیقه به شمار معین خواهد گرد. مرحمت من به شما کمک میرسونم. تشکر بسیار مهربانی. رحمت. انا دوستان عزیز ما رقم ها رو به لاتاترون داخل کردیم. وارد لاتاترون گردن ما گفتیم که لاتاترون یک جزئی جدا نشونده یک اشیاء جدا نشونده انمین بازی ما است. زیرا ماس از همون لاتاترون ما توپچه یا خود رقم ها رو میگیریم. انیقترش ایزات شریفی امروز میگیرد. دوستان عزیز اکنون چیکار میکنیم و دوستان
من خواهش میکنم خب با دقت باشید دوستان. بله بیننده‌های عزیز، من بار دیگر میگویم که عزت شریفی امروز نماینده به واسطه خود شما اشتراکچیان محترم است، زیرا این نفر در برابر اونی که از لاتاترون بیرون میآورد رقم ها رو اینچنین به واسطه نظارت میکند شفافیت این بازی رو. همین طور است؟ بله. آماده هستی؟ آماده هستیم. آماده هستند و کارگردان آماده است، نواربرداران آماده است. دوستان عزیز، موفقیت به همه شما اشتراکچیان محترم. شروع میکنیم. من لاتاترون رو توب میدهم و توکمای کاستیومم رو میکشویم. خیلی خوب. و تا اون دمی که شما اگر کیفایا میگه بعدا من باز میستم. آماده باشید دوستان. کیفایا و شرط نوبتی ما، شرط دیگری ما همین است که شما دستتون رو وارد لاتاترون میسازید ولی نگاه نمیکنید. اون طرف نگاه میکنید. مرحمت خواهش میکنم نگاه نمیکنید. مرحمت انتخاب میکند دوستان. با دقت باشید. رقم اول رو انتخاب میکند ایزات شریفی. رقم 1. دوستان عزیز، رقم 1 و موافقت کرده است. من بار دیگر میگویم که موافقت کرده است 1221 چیپتا. رقم 1 موافقت کرده است 1221 چیپتا. اکنون فهمیدید؟ شما فهمیدید ایزات؟ من احساس کرده شدم اون شخصی یعنی 1221 نفر چیپتاش همین رقم 1 است. از آخر اگر حساب میکنیم رقم اکنون وارد لاتاترون میسازیم و یک معلومات خرد دقیقه برای شما بیننده عزیز که اون نفرانی که امکانی تماشای بازی فاوری رو از شبکه سفینه ندارد، شما میتوانید به واسطه خب طریق صفحه های رسمی در فیسبوک، صفحه رسمی لاتاری فاوری و اینچنین در اینستاگرام فاوری کول میتوانید از نتیجه بازی، از انم چیپتای بردنوک کی برد کرده است، کردم رقم برد کرده است معلومات بیشتر بگیرید. وقت رو زیاد نمیگیریم، چیکار میکنیم؟ دوام میدیم. میرویم. لحظه‌های حساس گفتیم که 1221 چیپتا موافقت کرده است. نگاه نمیکنیم. بسنده نگاه نمیکنیم. خب رقم نوبتی رقم 2. دوستان رقم 2 و موافقت کرده است. ایزات خواهش میکنم. 118 چیپتا. یعنی ببینید که اول رقم 1 بود، بعدا رقم 2 موافقت کرده است 118 چیپتا. و من از شما یک سوال میکنم که خب شما، من در اکثر بازی ها با میمونان سوال میدیم که خب قابلیت پیشگویی دارند و اونها بعضا وقت خب میگویند که ها، بعضا وقت نه. و شما چی؟ راستی گپ نه ندارید؟ ندارم. بعد چند باره که کوشش کردم که پیشگویی کنم، پیشگویی من متاسفانه درست نبرآمدم. به همین خاطر کوشش میکنم که نکنم. خیلی خوب. لیکن لازم است. بعضا وقت میشود که مثل انسان اون لحظه که بسیار حساس است و در اون لحظه فکر میکند که فکری او درست میآید. آن همین لحظه عین مدت است دوستان عزیز. خب شما فکر میکنید که کدام رقم رو از درون لاتاترون بیرون میبرید؟ تخمینا 6 باشد. 6 باشد. خیلی خوب. با دقت باشید دوستان عزیز. میرویم. لحظه‌های حساس کیفایا و نگاه نمیکنیم. با دقت باشید دوستان. با دقت باشید. و رقم نوبتی رقم 8. رقم 8 و چنانه که گفتند ایزات خب قابلیت پیشگویی ندارد. در جفت بود. من 6 گفتم 8 برآمد. بله. دوستان عزیز موافقت کرده است. میبینیم که در روی خط رقم های ضروری هست 0 1 3 4 7 8 9. میدونید این چی معنی دارد؟ اگر بعد از معاین کردن 3 رقم در روی خط رقم های ضروری همین رقم ها باشد، مثلا 8 هست، ما وارد لاتاترون میکنیم. اگر در اینجا میبینیم که مثلا 2 نیست، اگر ما 2 رو شما برارید دیگر وای بازی نمیکند. یعنی در روی خط بازی های رقم های ضروری نیست. خیلی خوب. وارد لاتاترون میسازیم و سوال میکنم از شما که باری هم مثلا در حیاتتون خورسندی غیر چشم داشت و ناگهانی رو شما احساس کردید؟ بله. این کی بود؟ چگونه بود؟ مختصر. روزی که نابیره‌دار شدم. یعنی روزی که اولین بار نابیره‌ی نازنین خود را با دست گرفتم و این یک احساسات بسیار نجیبی هست. بله نویا بود و
من فکر میکنم که این لحظه ها رو همه مردها انتظار هستند، نه تنها مردها، زنها هم. برای به همین خاطر من این احساسی که خرسندی است، یعنی یک احساسی است که انسان رو با وجد میارد و میخواد که از خرسندی برکی پرواز کنی. خیلی خوب دوستان عزیز، باز خاطررسان کردند ایزات شریفی که نبرادر هستند، بسیار یک نفر خوشبخت و بینید که خوب سراینده محبوب، سرودهایش بسیار دلنشین است. میرویم باز گفتیم که 1 2 8 در خط رقم های ضروری بود 8، از همین لحاظ ما رقم 8 رو وارد لاتاترون نمودیم. ادامه می‌یابد و کفایه نگاه نمیکنیم. مرحمت. لحظه های حساس دوستان عزیز، رقمی 7 و غالب معین گردید دوستان عزیز، رقمی 7 و غالب معین گردید. گفتیم که 1 2 8 7 و چیپتای بردنوک رقمش هست 002. خب 0098 240 معین گردید و این لحظه رو انمون غالب هیچگاه از خاطر نمیبره، زیرا رقمی 7 رو ایزات شریفی، بله ماس ایزات شریفی از لاتاترون بیرون آورد. گفتم که کامبیناسیون برنوک در اکران های شما است 1 2 8 و 7. خیلی خوب دوستان، من شما رو تبریک میکنم صدقاً. ایزات شما رو تبریک میکنم صدقاً. و میدونید چی، وقتی که غالب معین گردید اون نفر میتواند الکی خب از روز دوشنبه انم چیپتای برنوکش با خب شناسنامه اومده در نزد انمون کارخانه فاوری چیکار کند؟ مبلغ خود رو شرکت افتالاتو مبلغ خود رو اول میسنجد، بعدا مبلغ خود رو چیکار میکنند؟ خواهش میکنیم که امشب پیش از خوابش 1 تا داروی آرام کننده حتما استعمال کنید. بله واقعا همکنون من فکر میکنم که چگونه اون نفر خواب میرود. 50,000 سومانی از اون خود شما از دوستان عزیز. آفرین با شما، تبریک. بازی در یک میجه زدن گذشت. بله. بسیار من فکر میکنم که جذاب گذشت. من میخوام فکر و عقیده شما رو نسبت این بازی، نسبت لاتاری فاوری، نسبت شفافیت این بازی فهمم. ایزات مرحمت. جمشید جان میدونید وقتی که چیز عیان است حاجتی بیان نیست. من فکر میکنم بیننده های عزیزی ما دیدن که ما چخیل بازی رو آغاز کردیم و در رفتی بازی چخیل بازی شد و فکر میکنم که اون شخصانی که از این روز اعتباراً میخوان که با این لاتاری بازی فاوری یعنی چیپتای فاوری رو خرن با فکرم اطمینانشون باز بالاتر شد، بیشتر شد و فکر میکنم که اون شخصانی که این لاتاری رو خرید میکنن در دل آرزوهایی که عملی نشدن با واسطه این عملی میکنن و اون مبلغی که به دست میارن از اون مبلغ یعنی که روزگار خود را با زیبا و رنگین تر خواهند. خیلی خوب، سخنخوی خیلی عالی و دو سخن دیگر برای انمون غالب که ما رو تماشا کرده ایستاده است و داد زده ایستاده است. مرحمت. برادر عزیزم سلامت و موفق باشی، ما رو فراموش نکن و من باوری دارم که از اونه که ما با جمشید جان لطف کردیم و این مهربانی رو برایت هدیه کردیم و از درگاه خداوند برایت برای کامیابی میخواهیم با روزگاری تو خوبی، خوشی و همه بهترین لحظه های زندگی را برایت تمنا داریم. مبارک شود برادر عزیزم، یا که خواهرم باشد، کسی باشد نباشد. تبریک شما رو. بار دیگر مبارک باشد. خب من فکر میکنم که شما حتما که اومده پولتون رو میگیرید و باز از نزدیک شناس خواهیم شد و میبینیم و شاید کی میدوند در بازی آینده میمونی نوبتی ما شوند و از تاثیراتشون به ما گویند و به بیننده ها و خصوصا به اشتراکیون محترم. برای امروز کفایت دوستان عزیز، با آخر میرسد بازی نوبتی غالب معین شد. 50,000 سومانی رو بعد از چند روز میگیرد و خیلی خوب با کارهای نیک استفاده خواهد بود. در آخر یک سرود خیلی جذاب زیبای خوب ایزات شریفی برای شما. اینجا باشد بازی نوبتی از شبکه سفینه با آخر میرسد. گفتیم که بازی لاتاری فاوری تا دیدار نوبتی سلامت بمانید. خیر دوستان. از میانی خاطراتم
سنانی سبزی با یادهایم میکند باز آتشی دل را سوراخ یاد شامی پر ستاره زیر سقفی شامیدی رود میگفت عاشقانه صد غزل با نامیدی یاد روزگار شیرین یاد لحظه های دیرین یاد شامی دل ستانی خوش به حالت جوانی یاد روزگار شیرین یاد لحظه های دیرین یاد شامی دل ستانی خوش به حالت جوانی درختی آن خیابان پاسداری رازی ما بود زندگانی و جوانی در سراغی نازی ما بود از میانی فیلمی هندی یادت آمد آن ترانه با پایی فیلم بازان می سروده عاشقانه یاد روزگار شیرین یاد لحظه های دیرین یاد شامی دل ستانی خوش به حالت جوانی یاد روزگار شیرین یاد لحظه های دیرین یاد شامی دل ستانی خوش به حالت جوان